ساعت کارت هم از 3 صبح تا 4 بعد از ظهر. دیگه مونده؟ بله. چی؟ حقوقم چقدر شد؟ ببین یه یارو پیرمرده رو زمینش تا گندماشو درو میکرد، یه آدم دیگه داشت از اونجا رد میشد، بهش گفت ببین از اینجا تا ده بعدی چقدر راست؟ یارو بهش گفت برو. دارم میرم ولی میخوام بدونم از اینجا تا ده بعدی چقدر راست؟ پیرمرده بهش گفت برو. من که میگم دارم میرم میخوام ببینم از اینجا تا ده بعدی چقدر راست. باز پیرمرده بهش گفت برو. یارو هم شروع کرد قرولند کردن و بعد ویرا گفتن، ولی راه افتاد به رفتن. یک کمی که رفت پیرمرده گفت ببین اینجا تا ده بعدی 2 ساعت راه. یارو عصبانی برگشت میشه پیرمرده گفت مرد حسابی خب من که از تو پرسیدم چرا من اول نگفتی؟ خب ببین راه رفتنت ندیده بودم، حالا که دیدم میگم 2 ساعت راست. تندتر بریم میشه 1 ساعت، بدویم میشه 1 ساعت. حالا شما برو من بهت بگم.